مونده در خطی کجا بگردی؟ از برای خدا دولچه گبانا یا بچه موان داریم یا بچه داریم یا روز یک مایکای سیو در تنش اومده از دولچه گبانا یه کارمر دولچه گبانا میدونی چی معنا داره؟ میگم مودا های چی گرفتیش؟ آیا رفیق ما متعرض نمیخواه رو تو خیز بعد بکش گفته بود در خوب رفیق تلوکی دولچه گبانا دو مخمس دو کلوبور مدلیه دولچه گبانا را نکاح کرده گرفت است هر مرد در نکاح در یا نکاح زندگی میکنن شما تقلیدی به همون دو کلوبور نکنید از برای خدا امروز ما داشته از کرتاها و مایکروهایی که چیزی نوشته شده باشه سبحان الله هم در روی سویتی در اونیورسیتت میخوندیم بعد یک معلم قصه کرد گفت یک جوان از خارجه برو که جنس خرید است در زمانهای شوروی شیم جنس دسترس کردن بسیار مشکل بود در قفاش چیزی نوشتگی بعد میگیرن وقتی که یک انگلیسیدون ترجمهش میکنن در مسکن نوشتگی بود است در اونجا که یک گری نیکمونی اتکجو در پشت بروک جنس سبحان الله مردک به هزار آبرو و عیزت همراه پوشیده دست دستی رو لباسی شما آخرا میفهمید که در همون لباسا تو چی نوشته از برای خدا رکلمای امریکا کده رکلمای اسیسی کده رکلمای دولت‌های نمیدونم کفر دولت‌های با اسلام بیگانه را کده بعدی با دعوا میکنه که ما مسلمان هستیم بیچه حالی مردم امروز اکثر کلی مدلی رو همون قسمت مخنثا هستن همون گلوبایی ها با همون خودشون موفق کرد بسیار مردم ها یعنی به همه خشتک های ایزا تا چند مایدهش بسیار مایدهش بسیار اهمیت نمیده سال گذشته در امریکا بوده در شهر نیویورک مترو را گفتیم مترو رو نشان بوده که هم مترو نیویورک خیلی باشد در اومده مترو بعد هم متروش هم پویزده سوار شده جوان ها خاصتا همین سنگی بچه ها با فروش گزیت ژورنال مشغول بودیم میگردن وگان با وگان گزیت ژورنال میفروشند یک کش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما از برای خدا این منبر پیغمبر است دروغ نمیگم چند شهید رو شیم پوشیده است شیمش تسمه داره اما هم تسمه شیم از مقعد پایان نهید باور میکنه اینه که من پوده شیم نمیجده کفا همه تورسی کرده هم تورسی پوشیده است از خواهیم همه تو اخوی چی لازم است تاری شیمه که نپوشیش در میان نیست برداوی یعنی بند پوده حاجی میزون در پهلو بیستوده است گفتم نامو دیدی؟ گفت چی در گشته باشید نامه چی ایزاشم برو نمیکنم آقا گفتم خشتنش همون قایدجا بروش کنم آقا چی خوف داره خوف اون است که همین مادر اخیر در مردم مسلمان با تلقین کنن با تاجیکستان آمدن راستی که الحمدلله حالی در تاجیکستان ندیدم لیکن قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم عیناً همین مادر دیدم حالی از مشمارم میآیم مردم ما مردم مسلمان منتالیته ما دیگه شما هیچ عقل فراست داره آقا مردم عرب مخلصی از روی ادب بودن میکنن مدنیت میدونن کلتور چی شما با هم تقریب میکنه از برای خدا اگر مادام که شیم و کسبوی خوب نمیامه خشتکش شد امروز الحمدلله شیوارای هستن در همین تاجیکستان که هر نمونه که سپارشگیری میدوزنن از دو چگوان خوبتر میدوزنن با همون پوله که تو همون لباس حرام میخری تو میتونی برای سپارشگیری در سفر یا در جای دیگر لباست بدوزن ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه مسلمان باید بهترین لباس پوشه مسلمان تازه و آزاده باشه مسلمان خوشرو باشه آخه خوشرویی زینت اسلامه خداوند جمیل جمال دوست می‌دارد نظافت پاکی را دوست می‌دارد اما از برای خدا این چه حال است همین موده‌هایی که 4-5 سال اخیر می‌آید این یگانتش مردی انسان آشکار نمی‌کنند یا الله پیغمبر همین میگه که مربوط به چون پهلو بود ما با جای آن که مشق کنیم و با پیغمبر خود با تقلید کنیم لباسای آزاده و فسید سفید کشات پوشیم
تقلیدی با دولچه گبانا میکنیم بودم مایکوی کم میپوشن بعضی خدموده هست اوخه همون بدن خوب طبقی نشون میدی چی داری تو؟ از برای خدا موسکولاش از پای مغز نبوریده همون با در تنش چسبیدگی تو دانوزه و شرم نمیدونی شما نماز میوید در صف میستر رکوع میکنم مایکه بلو میره و مایکهش نمیخواد شیمش از همین خنگش بلونتر حتی همون سرشوی مقعده کو جایی که سر میشه و خط همون خط میتونه از برای خدا اوخی نمازی که هست که جو قبول میشه مرد از نوف توزانوش عورته سطرش فرزه و وقتی که شیمش مو در این جای یک وجب از نوف تو پایون وقتی که خم میشه این میکت و برو میشه از نوف پایون تو همه میتونه که تو مقعدونه از کجا اون نماز شما قبول میشه قسم بخدا کسی که از چون یک حصه عورتش دیار میشه در نمازش باطله نمازش قبول نیست تحریمش باطل میشه آخه شما علی مسجدی از برای خدا من نمیگم تازه و آزاده نپوشه خشنو پوشه همه شیم و کسون چیزی هم دارم کته های تازه و آزاده کشاب خشنو چیزی هم دارم و پوشه یک جوان مردی خطونه زیباگی خطونه نشان بده یا الله ایچی تقلیدی کرکرانه است واقعا در پوشیدن لباس تکبر نیست افتخار نیست متاسفانه بعضی مردم ما نمیفهمن میگن این فخر افتخار میکنه لباسی تازه میپوشن نه این فخر افتخار نیست این اثبات مسلمانی است این اثبات آن است که خدای تعالی نعمت داده است من شکرگزاری نعمت خدا را میکنم در حدیث اومده است حضرت عبدالله بن مسعود روایت میکنند حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است حضرت گفت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر هر کسی که در دلش مقدار یک ذره از کبر باشد داخل جنت نمیشود خداوند او را از جنتش محروم میگرداند یک مرد میگه ایستاده گفت یا رسول الله ان رجلا يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا گفت ای پیغمبر خدا مثلا بعضی مردهایی هستن که میخواهند که لباسش تازه و آزاده و خوشبو باشن پوشی‌های تازه و آزاده و خوشبو داشته باشن همین کبر است حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان الله جمیل یحب الجمال این مرد ساده گفت خدا جمیل است زیبا است خدای تعالی زیبایی را دوست می‌دارد الکبر بطر الحق کبر پایمال کردن حق است کبر حقیر و ناچیز شماریدن مردم های تحقیر مردم مسلمان های کبر پوشیدن لباس خشن و آزاده نیست مسلمان باید لباسش تازه و آزاده باشد باید سر دهنش تازه و خشن باشد از این خاطر تخریبی با مردم بیگانه نکنه یک زمان ارتیستا را بدیدیم در استرادا لباسای ارتراستی میپوشیدن زنکو امروز بچه ها مکه میپوشن از برای خدا در افتاب صد رنگ قدی میدرخشن بچه را زیبشون نیست زینت جوانمردی در لباسی ارتراستی نیست این مردم نخواه جوان خشن با همون رقصا قیاس کنن نخواه خودش شبه رقصا کنن مرد باشه بچه جوان مرد باشه لباس تازه و آزاده و بهتری نپوشه اما این تقلیدهای کرکرانه که با مخلص ها هست از بحر این بگذره این با جوان زیبنده نیست با مسلمان زیبنده نیست دین اسلام دین پاکی و نظافت است مسلمان مردش باید مرد باشد زنش باید زن باشد خدای تعالی بر مردهایی که خشون شبیه زن میکنن و بر زنهایی که خشون شبیه مرد میکنن لعنت خوانده است لعنت میگن از این خاطر هیچ وقت شبیه نسازیم از فرصت استفاده بوده به خواهران مراجعت میکنم به همه خواهرای مسلمان ما خواهرای تاجیکی ما خواهرای ازبک دیگران که در این سرزمین زندگی بکنن پدر و مادر مسلمان دارن از برای خدا از خدا شرم بدارید از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بدارید